کارتون تام و جری به داشتن صحنه‌های عجیب معروفه. تو این کارتون صحنه‌های خیلی تاریکی وجود داره. یکی از تاریک‌ترین قسمت‌های تام و جری اشاره به رفتار انسان‌ها با گربه‌ها داره. تو این قسمت تام در اثر افتادن پیانو روی سرش به بهشت میره. تام پشت دروازه‌ی بهشت صفی از گربه‌هایی که مردن رو میبینه. دروازه‌بان بهشت دلیل مرگ اونا رو یکی یکی میگه. یکی از گربه‌ها رو میبینیم که له شده و بدنش کاملاً صافه. نگهبان بهشت میگه مرگ بر اثر ندیدن چرخ. که منظورش له شدن گربه‌ها زیر چرخه ماشینه. بعد این گربه یک کیسه خیس داخل میاد که تو این کیسه چند تا بچه گربه که بدنشون خیس بیرون میان. که احتمالاً یکی این چند تا گربه رو تو کیسه گذاشته و تو آب انداخته. نگهبان میگه بعضی از مردم چه کارهایی میکنند.